اینم از این. اما راجع به آلودگی هوا اجازه بدید یه تعداد مطلب گردآوری کردم با توجه به این وضعیت بد آلودگی هوا. دوباره یک تأکید روی این داشته باشیم. وضعیت قرمز و ناسالم برای تهران، اصفهان، مشهد و خیلی از شهرهای بزرگ. دیدم در جمهوری اسلامی این تعبیر رو در شبکه‌های اجتماعی دارن به کار میبرن، میگن جمهوری اسلامی با آلودگی هوا فضایی درست کرده شبیه این که ایران رو به اتاق گازی برای تمام مردم ایران تبدیل بکنه. میگن جمهوری اسلامی کاری کرده ایران تبدیل شده به آشویتس. آشویتس اون اردوگاهی کار اجباری بود در لهستان که چند میلیون یهودی رو در اونجا کشتن در اتاقای گاز. الان در ایران میگن این وضعیتی که جمهوری اسلامی با آلودگی هوا درست کرده آشویتس ایرانه. یه اتاق گاز درست کرده به اندازه سراسر کشور که مردم توش کشته میشن. سال 58000 نفر در اثر آلودگی هوا کشته میشن. تازه با این وضعیتی که هست حتما متاسفانه بیشتر از اینم خواهد شد. شهروندای شهرهای بزرگ انگار دارن در اتاق گاز زندگی میکنن. روزی 161 نفر در ایران در اثر آلودگی هوا میمیرن. تقریبا هر 2 روز یه بار یه گردان کشته میشه. من اینو هی مقایسه میکنم با جنگ که اگر جنگ بود هر 2 روز یه بار یه گردان کشته میشه. سال 6 لشکر، انگار مثلا ما جنگ مردم با جمهوری اسلامی، سال 6 لشکر در اثر آلودگی هوا کشته میشن. با جمهوری اسلامی اصلا براش اهمیت نیست. خیلی ها به درستی معتقدن آلودگی هوا دیگه یه پدیده جوی نیست، نتیجه سیاست‌های عامدانه نظامه، دیگه سوء مدیریت نیست، ناشی از تعمد نظام در ادامه وضعیت. نتیجه سیاست خارجی اشتباهیه که منجر به آسیب دیدن صنایع نفت و گاز ایران شده، باعث کمبود گاز شده، باعث تولید بنزین بی‌کیفیت شده و تأثیری که داره رو تشدید آلودگی هوا. نتیجه تولید خودروهای بی‌کیفیت که خامنه‌ای ازش دفاع میکنه، بیت ازش دفاع میکنه. اینی که ایران خودرو و سایپا خودرو بی‌کیفیت درست میکنن که مردم رو با آلودگی هوا میکشه، این مال اینه که بیت ازشون اومد. اگه بیت پشت سر ایران خودرو و سایپا نباشه، چرا باید ایران خودرو و سایپا اجازه داشته باشن انحصار داشته باشن در تولید خودرو آلاینده؟ هم خودروشون آلاینده است، هم انحصار دارن. یعنی اجازه نمیدن کمپانی خارجی وارد بکنن خودرو با کیفیت. خب این تعمد، یعنی میخوان مردم رو بکشن دیگه. تعمد از این بیشتر؟ خود حکومت آمار داده 80% آلودگی هوای موجود در ایران در اثر خودروهای آلاینده است. 80%. بقیه‌اش هم صنایع آلاینده است دیگه. نیروگاهایی که مازوت و گازوئیل میسوزونن یا صنایع آلاینده. به مردم نمیتونن گیر بدن در مورد آلودگی. مردم چیکار میکنن با آلودگی؟ اینی هم که به مردم میگن که آقا طرح زوج و فرد از در منازل رعایت کنید وگرنه جریمتون میکنیم. در واقع خودرو آلاینده است، نه اینی که مردم سوار اون خودرو میشن. اگر خودرو آلاینده نباشه، خب مردم هم چه تأثیری در آلودگی دارن؟ خودرو آلاینده است. بنزینی که در خودرو است آلاینده است. دقت کنید، هم خودرویی که تولید کردن آلاینده است 80%، هم بنزینی که مصرف میکنه آلاینده است، چون میگن 70 میلیون لیتر مصرف واقعی بنزین کشوره، 50 میلیون لیتر، بین 30 تا 50 میلیون لیتر قاچاق میشه، حکومتی‌ها قاچاق میکنن و به جای اون بنزین خوبی که قاچاق میکنن به خارج از کشور، بنزین بی‌کیفیت تولید پتروشیمیا رو به داخل میفروشن. دقت کنید، این نکته جدیدشه من بررسی کردم. بنزین با کیفیت و باندهای فساد وصل به سپاه و بیت رهبری و حکومت در حد 20 میلیون لیتر، بعضا تا 50 میلیون لیتر میگن، بنزین با کیفیت رو قاچاق میکنن به خارج از کشور، چون براشون سود داره، چون بنزین بی کیفیت رو که نمیتونن قاچاق کنن. بنزین با کیفیت رو قاچاق میکنن و به جاش بنزین بی کیفیت تولید پتروشیمیا رو که حدود 25% مصرف داخلیه، اونو در داخل کشور توزیع میکنن که موجب این آلودگی میشه. 4-5 برابر استاندارد آلودگی ایجاد میکنه. هم خودروش به امر بیت رهبری آلاینده است، سایپا و ایران خودرو، و جلوی ورود خودرو با کیفیت رو میگیرن. هم بنزین با کیفیت و قاچاق حکومتی، باندای حکومتی صادر میکنن به شکل قاچاق، سودشون درونه. بنزین بی کیفیت پتروشیمیا رو در داخل تولید میکنن. به دلیل سیاستشون با آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و اروپا ستیزی، صنایع گاز و نفت سرمایه گذاری توش نمیشه، نوسازی نمیشه، نتیجهش میشه که گاز کم میشه. بین اینی که گاز رو بدن به مردم یا صنایع میمونن، مجبور میشن به صنایع گاز ندن، اون مجبور میشه بره مازوت و گازوئیل استفاده کنه، نیروگاه‌ها مجبور میشن مازوت و گازوئیل استفاده کنن، اونم منجر به آلودگی میشه. بنابراین این آلودگی نتیجه تعمد حکومته در سیاست خارجی، در قاچاق بنزین با کیفیت به خارج و دادن بنزین بی کیفیت به مردم، توزیعش در داخل، تولید خودروهای آلاینده، اینی که بودجه به حوزه‌های علمیه میدن به
آلودگی هوا نمیدن، اینی که بودجه به ساختار سرکوب میدن به آلودگی هوا نمیدن، اینی که بودجه به نیابتی‌ها میدن به آلودگی هوا نمیدن. دزدی و فساد و ایناش هم دیگه بمونه. براشون مهم نیست که آلودگی هوا در اولویت باشه. آلودگی هوا من میخوام بگم چند پله است. پله موقعی که نگاش میکنید تعمد حکومت در کشتن مردم، یه پلهش سوء مدیریت، بالاترش از اون تعمد به اینی که بودجه ها رو میدن به جای دیگه، بالاتر از اون تعمدشون اینی که آقا قاچاق میکنن بنزین خوب رو، کاری نمیکنن با آمریکا رابطه برقرار بشه که این گاز و نفت درست حسابی تولید بشه، کاری میکنن که صنایع برن مازوت بسوزونن، امن دارن از ایران خودرو و سایپا که خودروهای بی‌کیفیت تولید میکنن حمایت کنن که اینجوری 80% آلودگی کشور خودروها درست کنن. من سوالم اینه، مثل همون سوالی که میکنم، میگم که اصلاح طلب، اصولگرا، شما موقع اجازه انتخابات آزاد به مردم نمیدین، آیا مردم حق دارن شما رو سرنگون کنن؟ معلومه که حق دارن، چون اجازه انتخابات آزاد نمیدید، اون سمت اشغال کردید. حالا در قضیه آلودگی سوالم اینه، اگر خودتون میگید 80% آلودگی هوا ناشی از خودروهاست، این خودروها رو کی تولید میکنه؟ این خودروها رو کی تولید میکنه که آلاینده؟ غیر از اینه که ایران خودرو و سایپا تولید میکنن. ایران خودرو زیر نظر که زیر نظر حاکمیت، قله، اصلا ایران خودرو سایپا قلهک حاکمیتن، دست میبره پول برمیداره. یه جایی هم هست که هر کی در بیت رهبری و مجلس میخوان سفارش کنن یه پست بهش بدن، میگن یا برو ایران خودرو یا برو سایپا. آدم قاتل داشتن، قاتل قتلای 69 تا 71 که خارج از کشور رهبران اپوزیسیون، یکی بود غفور درجزی که علی دایی باش در افتاد. این آدم قاتل رو بهش گفتن به خاطر این قتلایی کرده که رهبرای اپوزیسیون رو در فاصله سالهای 69 تا 71 در خارج از کشور کشته، این چیکارش کنیم؟ بهش گفتن بیا برو مدیر عامل سایپا شو با یه اسم مجازی. خب نتیجهش این میشه که قاتل در رأس سایپا باشه، نتیجهش این خودرو میشه. جمهوری اسلامی اصلا این سوال رو نمیتونه جواب بده که آقا موقع 80% این خودرو، 80% آلودگی که در مردم میکشه مال این سایپا و ایران خودروه، چرا اجازه نمیدید خودرو با کیفیت وارد کشور بشه؟ اگر کمبود گاز دارید چرا کاری نمیکنید که توافق بین‌المللی بشه که صنایع نفت و گاز ایران رو تحریم بیاد بیرون؟ چون براشون مهم نیست. براشون مهم اینه که این به قول خامنه‌ای که همین سخنرانی کرد جبهه مقاومت بمونه. حالا نشد از طریق حماس و غزه پول بدن، نشد از طریق اسد بدن، میدن به اریتره که خدا میدونه، میدن به سومالی که خدا میدونه، میدن به سودان که خدا میدونه. پول مردم ایران رو میبرن اونجا. طرفم یه کشورایی هستن که به این پولا نیاز دارن، مثل اریتره و سودان و سومالی، میگن آقا آورد اینجا به ما پول بده، 50% سلاح رو به ما بده، 50% هم برای خودت هر جایی که میخوای ببری ببر. یعنی مناطقی مثل اریتره و سومالی و سودان که نظارت بین‌المللی درست حسابی روش نیست، جمهوری اسلامی میگه من اونجا میبرم سلاح میرسونم به حوثی‌ها، به ضرر مردم ایران شد که شد. براش مهم نیست که مردم نون ندارن، تخم مرغ ندارن، مرغ نمیتونن بخورن، گوشت نمیتونن بخورن، هواشون آلوده است، افزایش قیمت‌ها دارن، افزایش اجاره دارن، خونه نمیتونن بخرن، کشور در حالت جنگه، ولی اصلا اینا براشون مهم نیست. من اجازه بدید این جمله رو بگم. تعمد جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌هایی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشه رو یکسان میدونم با همون سیاستایی که منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت میشه، با همون سیاستایی که منجر به جنگ میشه. جمهوری اسلامی مجموع این سیاست‌ها بر اساس این انجام میده که دغدغش دغدغه مردم نیست، اولویتاش اولویت مردم نیست. نه در تامین مواد غذایی، نه در مبارزه با آلودگی هوا، نه در دست برداشتن از اذیت کردن مردم در حجاب اجباری، نه در دست برداشتن از اذیت کردن مردم در اینترنت، نه دست برداشتن از اینکه کشور دوباره میره به سمت جنگ. من فکر می‌کنم همه اینا یه مجموعه واحده. بحث سوء مدیریت هم دیگه نیست. خامنه‌ای دیکتاتوریه که با اطلاع دیکتاتوری میکنه. اینی که بعضیا میگن نمیدونه، اینطور نیست. خامنه‌ای و سپاه با اطلاع دیکتاتوری میکنن. میدونن دارن چیکار میکنن در جنگ، میدونن دارن چیکار میکنن در آلودگی هوا، میدونن دارن چیکار میکنن در فیلترینگ، میدونن دارن چیکار میکنن در تامین حجاب اجباری، میدونن دارن چیکار میکنن در از بین بردن محیط زیست کشور، میدونن دارن چیکار میکنن در افزایش مواد غذایی. همینا رو میدونن، براشون مهم نیست. میگن آقا همون 10% که مردم با ما هستن که اقلیت کوچیک اطرافشونن، میگه ما همین 10% رو داشته باشیم کافیه. یه پولی بالا توزیع میکنیم، به تدریج از بالا که میاد سهم مثلا آقا باقر قالیباف بیشتر میشه، سهم باند روحانی بیشتر میشه. چون همین توی این بنزین هم من دیدم دیگه، بنزین پتروشیمی در دولت احمدی نژاد شروع شده. مسعود میرکاظمی وزیر نفت بوده، بنزین پتروشیمی رو اونجا شروع کرده.
ولی در دولت روحانی اومدن برعکسش راندخواری کردن، گفتن این بنزین پتروشیمی خوب نیست، بریم وارد کنیم. و شوهر معصومه ابتکار کسایی بوده که بنزین وارد کرد. به اسم اینی که بنزین پتروشیمی خوب نیست، رفتن رانت واردات بنزین استفاده کردن. یا اون ور رانت میخوره یا این ور رانت میخوره. نتیجه حکومت اصولگرا اصلاح طلب همش همین بوده. بالاخره محیط زیست این کشور 2 دوره معصومه ابتکار رئیسش بوده، چند دوره اونوریا رئیسش بودن. نتیجه کار همشونه که داره به اینجا میرسه. و من معتقدم عامدانه این کارو میکنه. دیگه بحث اشتباه و سوء مدیریت نیست. میدونن دارن چیکار میکنن با مردم در همه حوزه‌ها. تعمد دارن که این روش رو ادامه بدن.